در ادامه درسمون من میخوام با یه مفهوم جدید شما رو آشنا کنم. خب پس ذهنمون رو آماده میکنیم، مثال ها رو با دقت گوش میدیم چون میخوایم یک تعریف جدید یاد بگیریم. مثال رو نگاه کنید. نسبت ارزش هر پوند به دلار. پوند واحد پول انگلستانه، دلار واحد پول کشورهای مثل آمریکا و کانادا. خب یکی نسبت ارزش پوند به دلار، یعنی اگر من اینجا بنویسم پوند، اینجا بنویسم دلار، پوند 3 دلار 4. خب میگه 3000 پوند چند دلاره. خب من اول میخوام به هدفم نزدیک بشم. سوال فرض کنین از من پرسیده ضریب تبدیل پوند به دلار چنده. خب اون موقع میام میگم که 3 رو به چند ضرب کنم به 4 دلار تبدیل میشه. خب معلومه 4 سوم. خب پس میگم ضریب تبدیل پوند به دلار 4 سومه. بعد ممکنه سوال از من بپرسه که ضریب تبدیل دلار به پوند چقدره؟ دلار به پوند چند؟ خب میام اینجا می نویسم، میگم 4 دلار 3 پونده. 4 رو به چند ضرب کنم میشه 3 4. درسته 3 4. اینجا هم می نویسم 3 4. خب میتونم براش نمودار رسم بکنم به این شکل. بعد اینجا میگم که 3 پوند 1 2 3 4 هم چیه؟ دلار. نمودارش به این شکله. خب بعد از من میپرسه 3000 پوند. با نمودار 3000 پوند خیلی باید نمودارم رو ادامه بدم. من میام میگم که ضریب تبدیل رو دارم دیگه. سوالش رو یه بار دیگه میخونم. میگه که ضریب تبدیل که داریم 3000 پوند چند دلاره. میگم از پوند به دلار بخوام برسم 4 سومه. یعنی من باید 3000 رو ضرب در 4 سوم بکنم تا جواب سوالم به دست بیاد. خب 3 با 3 ساده میشه 1000 میشه 4000 دلار. 4000 دلار. حالا شما فکر کنید دلار با ارزش تره یا پوند. مثال بعدی میخوام اون به اون هدفم رفته نزدیک میشم. تو اون مثال ضریب تبدیل رو حساب کردیم. اگر ضریب تبدیلی که میخوایم حساب بکنیم واحد دوتا کمیتی که با هم در ارتباط هستن با هم فرق بکنه به ضریب تبدیل میگن نرخ. الان ببینید قیمت 3 کیلوگرم پنیر 30,000 تومنه. اینم قیمتشه. ببینید این وزنش با کیلوگرم سنجیده میشه. این با چی؟ 30,000 تومن. من دیگه هزارشو نمی نویسم. شما 30 رو 30,000 تومن بدونید دیگه. خب چون واحدا با هم فرق میکنن اینجا ببینیم واحدهای متفاوت خب نتیجه میده ما ضریب تبدیلمونو یا نسبتمونو بهش بگیم چی؟ نرخ. یه مفهوم جدید. شما میبینید نرخ سیب زمینی، نرخ دلار، هر چیزی که واحدش با هم فرق بکنه به ضریب تبدیل میگیم نرخ. الان ببینید من میخوام ببینم که از سیب زمینی ضریب تبدیل ها رو پیدا کنم. بعد ببینم نرخ از من چجوری میپرسه. میگم 3 کیلو رو به چند ضرب کنم میشه 30,000 تومن 10. این میشه ضریب تبدیل وزن به قیمت. ضریب تبدیل وزن به قیمت 10. حالا برعکسش هم هست. 30,000 تومن رو به چند ضرب کنم میشه 3 تقسیم بر 30 میشه 1/10. پس ضریب تبدیل قیمت به وزن 1/10. خب ما اینجوری بلدیم حساب کنیم. اما
از ما میپرسه نرخ قیمت پنیر. خب من الان این 10 نرخ قیمت پنیره یا 10 نرخ وزن پنیره؟ خب من اینجا میمونم. من یه تقلب به شما میدم. هر وقت گفت از کلمه نرخ استفاده کرد، شما اون دو تا تناسبی که دارین، الان شما میدونین 3 کیلوگرم 30,000 تومنه. خب نرخ چی رو میخواد؟ قیمت رو میخواد. نرخ قیمت رو میخواد. شما زیر قیمت رو خالی بذارید تناسبتون. خب زیر وزن بنویسین 1. راحت تره. به جای اینکه بدو فکر بکنید مخشوش بشه فکرتون کدوم یک از اینا نرخه، از این ضریب تبدیلا از این استفاده بکنید. این راحت تره. خب الان شما میدونید اینجا میاد چند؟ 10. پس نرخ قیمت پنیر 10,000 تومنه. چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که 1 کیلو پنیر 10,000 تومنه قیمتش. خب میگه نرخ وزن پنیر به قیمتش. دوباره بیایم بنویسیم 3 کیلو 30,000 تومان. حالا 1 کیلو میگیم نرخ چی رو میخواد؟ نرخ وزن رو میخواد. پس زیر وزن رو باید خالی بذاریم. این بر 1 میذاریم. اینجا میشه 1/10. پس 1/10 نرخ وزن پنیره. چه چیزی رو نشون میده؟ یعنی با 1,000 تومان 1/10 کیلوگرم میتونیم پنیر بخریم. من براتون خلاصه‌شو بنویسم. خب من به شکل خلاصه اینو نوشتم که شما یادداشت بفرمایید. نرخ قیمت پنیر شده 10,000 تومان با این تناسب، یعنی برای خرید 1 کیلوگرم باید 10 تومان بدیم و همینطور پایین. مثال بعدی، این مثال من میخوام شما حل بکنید. میگه که شما بدونید 3 لیتر 45 کیلومتر شما رو مسافت براتون باعث میشه مسافت طی بکنید. شما حالا اول ضریب تبدیل رو پیدا بکنید، بعد نرخ مسافت، بعد نرخ مصرف بنزین رو. به مثال یکمونم برگردیم. اینجا که دلار و پوند و اینا رو میخواستیم، الان از ما کسی بپرسه نرخ دلار چقدره نسبت به پوند، میدونیم باید چیکار بکنیم. نگاه کنید، ما نمودارش هم که داریم، اگر به ما بگن نرخ پوند، زیر پوند خالی میذاریم. نگاه کنید، اگر بگن نرخ دلار، زیر دلار خالی میذاریم. این قسمت کتابمون. ما بقیه درسمون یعنی اینجا نسبت مستقیم تموم میشه. تو مبحث بعدی من به شما میگم که چرا میگن تناسب مستقیم، چرا میگن تناسب معکوس.